anlehnen به معنای تکیه دادن، لم دادن هستش. اینجا یه تفاوت کوچیکی وجود داره بین anlehnen و sich anlehnen. anlehnen زمانی استفاده میشه که ما شیئی رو به یه چیز دیگه یا به یک سطح دیگه تکیه بدیم. مثلا دوچرخه رو به دیوار تکیه بدیم. در این زمان ما از anlehnen استفاده میکنیم. پس زمانی که یک شیئی رو بخوایم به یک چیز دیگه یا به یک سطح دیگه‌ای تکیه بدیم. اما sich anlehnen زمانی استفاده میکنیم که ما خودمون رو به شی یا به یک چیز دیگه‌ای تکیه میدیم. به مثال ها توجه کنید. lehnt sich müde an die Wand. اون خودش رو با خستگی به دیوار تکیه میده. Sie lehnte das Fahrrad an den Baum. اون دوچرخش رو به درخت تکیه داد. Du kannst dich an mich anlehnen, wenn du müde bist. وقتی خسته هستید میتونید به من تکیه کنید. به من تکیه بدید. lehnte sich an seinen Freund, während sie den Sonnenuntergang betrachteten. اون به دوست خودش تکیه داده بود زمانی که اونها غروب آفتاب رو تماشا می کردند.